چی گفتی انا اونو بو چو کراز بو اون کرده کرده اونو کل این گفتم بفهمیم چیه پای بو اونو سازمان جوان اونو چی گفتی سنی اونو راست میگن برو صحبت کردیم یا اونو سراغت کردیسن بچگی تا دیاد آوردیسن درسته میگم خب تاکس خان بکیسن کو والله بالله قسم با ایمانم با زنم قسم میخورم که یگان گپش دروغ همه خداوند نگاه کده زبان تا گرفت و زنم قسم خوردی گپ راستای زبان تا گرفت فهمید یا خیلی یه بار دیگه مشاهده کردی که گمراه شدگی چیه پای همون یک وقت یک مقاله برو من 3 سوال دادگی تن جواب دادن نتوسه همون مقاله این خیلی روشن‌تر گفت زنی که جدا قضیق شید والا تو باش که یک کسی را نام بگیرم به نام اقبال یک کسی را میشناسی کسی در فیسبوک پیدا کردیم از دوره جوانی برات بگویم یاد کنم دوره جوانی یک قصه کنه اون خوب زنگ آمدی این یک کسی به نام نمیشناسی یک کسی به نام ملا قلندر میگفتن این اقبال بچه ملا قلندر بود خب بچه ملا قلندر بود برادر در این قندوز مهاجر شده بود در قندوز مهاجر شده بود یک زن کمی بچه یک بچه که خوبش بود و در افغانستان در قندوز جا رو دختر چاپ میگفتن بازی دیدم یک اندیوال داریم به نام قماندان غلام تابعی را میگفتن بازی این سر از این راجوری کرد و برادر خانی را در دام خود آورد بازی خیلی وقت از زمین بود مثل زن شواره بود و با زمین پیسه میداد پدرش همین ملا قلندر پیسه میداد او به خاطر از اینکه پیسه میگرفت ملا قلندر دیگه برادر خانی اونجا بیخی پیش از زمین می بود پیش همین قماندان غلام می بود خیلی وقت برادر خان پیشش بود و شوا برادر خان تا آن وقت پیش می بود باز خودش که کارش خلاص میشد باز 3-4 تا بادیگاردای نزدیک داشت اندیوالاش باز با او رخ میکرد برادر پیش از او می بود خیلی وقت پیشان بود و بازی قدر رسوایی از یا شرمندگیشون زیاد شد که برادر کلگی رو کمپ یا تاجیکا که فهمیدن از شرمندگی و از اینکه برادر پیش مردم به آبرو به عزت شدیم با خیستن رفتن طرف چی طرف هرات رفتن محمد اقبال به سواد من میدونم خیلی همین محمد اقبال چه پیش روش بگیرد